الله متعال می فرمایند ای بنی آدم تعجب است به حال تو. من تو را خلق کردم و تو غیر من را عبادت می کنی؟ من تو را روزی می دهم و تو شکر کسی دیگری غیر از من را به جا می آوری. من با نعمتهایم با تو ابراز دوستی می کنم در حالی که من به تو نیازی ندارم. تو با ارتکاب گناهان با من خصومت می ورزی در حالی که تو هستی که به من محتاجی. خیر من همواره به سوی تو نازل بی شود، اما شر تو همیشه به سوی من صعود می کند.